سلام علیکم دوستان یوتیوب، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل نایک پابجی. دوستان همونطور که از تامنیل ویدیو دیدید میخوام امروز آموزش گرفتن تایتل کشوری و جهانی رو بهتون آموزش بدم. قبل از آموزش خوشحال میشم حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، وقت زیادی ازتون نمیگیره. خیلی ممنون. بزن بریم سراغ آموزش. خب دوستان، برای گرفتن باید توی این بخش و قسمت ریجن وقتی اومدید به صورت اتومات میگه که واسه کدوم پرچم رو شما میتونید بگیرید و بستگی به پرچمی که تو بازی دارید است. برای گرفتن این تایتل چند تا روش مختلف هست که اولی سولووینه که این گوشه سمت راست زده واسهتون که باید سولو وارد مچ بشید، سولو اسکواد نه، سولو به سولو وارد مچ بشید و وین بگیرید. واسهتون حساب میشه. مثلا نفر صدامش رو نگاه میکنید، میبینید نفر صدامش 13 تا وین داره، یعنی شما 14 تا وین بگیرید میاد داخل تاپ. نفر گزینه بعدی 2 وین هسته. 2 وین هم همینجوری مثل قبلی باید 2 به 2 وارد بشید و وین بگیرید و نفر صدام این 25 که من 22 تا خودم وین دارم، 3 تا دیگه وین بگیرم میام داخل تاپ. و قسمت بعدی اسکواد وین است که باید حتما اسکواد خفنی داشته باشید، اسکواد خوبی داشته باشید که بتونید وین بگیرید، چون کار سختیه. که نفر صدام اسکواد وین 108 تا وین داره، یعنی شما 130 تا اینا باید 109 تا باید وین بگیرید. و این بخش کلن وین گرفتن بود. میریم سراغ بخش های دیگهش واسه فایت و اینطور چیزا. بخش اول ترمیناتور هست که شما باید نفر آخر مپ رو بزنید. اونی که نفر آخر مپ از سنده است به یاراتون میگید اونو نزنید که شما بتونید بزنیدش، که باید 38 بار نفر آخر مپ رو بزنید که یه جورایی به وین گرفتن هم ربط داره. و قسمت بعدی باید هر مچ بیشتر از 7 تا کیل بگیرید، حتی 6 تا کیل هم بگیرید واسه حساب نمیشه. قسمت بعدی هدشات هست که شما باید با گانای اسنایپ به انمی هدشات بزنید و کیل بگیرید و با گانای رایفل میشه مثل M4A1 ولی باید دمیج بدین تیر آخر رو هدشات و رو هد انمی بزنید یا ناک کنید یا فینیش بدید، که حداقل باید 364 بار این کار انجام بدید که بیاید داخل تاپ. تایتل بعدی تایتل دمیج است که باید شما خیلی به انمی دمیج بدید و کیلاتون تو مچ باید خیلی بالا باشه که یکی از سخت‌ترین تایتل‌های همین از نظر من. قسمت بعدی گرینیت هست که باید انمی ها رو با نارنجک کیل کنید که اگه پیش باشید و اینطور چیزا این تایتل رو میشه گرفت. تایتل بعدی یکی از راحت ترین تایتل بازی از نظر من که نه نیازی به کیل داره، نه نیازی به هدشات داره، نه نیازی به دمیج داره. شما فقط باید دراپ لود کنید. البته یادتون باشه شما باید اولین نفری باشید که اون دراپ رو باز میکنه و بعد براتون تو تاپ حساب میشه. 3 تا تایتل آخر یعنی کلوس، میدل، لونگ شات ربط یه مفهوم رو دارن ولی تو فاصله های مختلف. قسمت کلوس قسمت کلوس یعنی انمی باید جلوی صورتتون بیاد و فاصله 1 متر 2 متری اینا انمی رو کیل کنید. قسمت میدل یعنی یه فاصله نه زیاد دور نه زیاد نزدیک انمی رو کیل کنید و بعد براتون تو تاپ حساب میشه. و قسمت لانگ شات یعنی فاصله های دور از 150 متر به بالاتر که خوراک دی پی و ویکتور است. آره دیگه. خب دوستان، قبل از این که بگم چطوری میشه راحت تر این تایتل ها رو گرفت و اگر انجام دادید کی پابجی تایتل رو بهتون میده، قبلش دوستان لطفا حمایت کنید، سابسکرایب کنید و اگر ویدیویی پیشنهادی دارید تو کامنت ها بگید. مرسی. بهترین روش اینه که اول سیزن شروع کنید، چون آخر سیزن کارتون سخت میشه. خیلی مثلا انمی ها مثلا داخل تاپ خیلی رفتن اونا بالا و کارتون سخت میشه.
و اگر اینا رو انجام بدید داخل تاپ اومدید هر هفته یک شنبه ساعت 12 شب پابجی این تایتل رو بهتون میده. خب دوستان یوتیوبی، اینم از ویدیو امروز. منتظر حمایت های گرمتون هستم تا ویدیوی بعدی. بدرود.